زمانه همچون گذر است باید از این گذر گذشت. زمانه همچون گذر است باید از این گذر گذشت. نرای پیش دارد نفس باید از این سفر گذشت. هزاران سلام و هزاران احترام خدمت شما هنردوستان و شایقین برنامه جاودانه ها. آرزو دارم در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سر و حال باشین و باز هم 90 دقیقه در خدمت شماست و بسیار خوشحال هستم که نوبت برنامه فرا رسید و در خدمت شما عزیزان قرار دارم و آهنگای زیبا را یکی پی دیگه تقدیم به شما عزیزان میکنم و آرزو دارم تا لحظاتی که با ما می باشین براتان خوشایند تمام شد و آهنگای زیبایی که از طریق برنامه جاودانه ها تقدیم به شما عزیزان میشه لذت ببرین و کیف بکنین. چی خوب از دوستای عزیز که در آغازین برنامه یکی از آهنگای غلام علی را به عنوان اولین آهنگ تقدیم به شما عزیزان بکنیم. استاد غلام علی خان نام خدا غوغا برپا کرده و همیشه غزلهایش از طریق برنامه نشر میشه و شما عزیزان مشنوین غزلهای زیبایش و همیشه من در تلاش ازی هستم که غزلهای زیبایش هم از طریق برنامه جاودانه ها تقدیم به شما عزیزان بکنم و تمام غزلهای زیباست، اما این غزلش که مشهورترین غزلش است که همگی با این غزلش آشنایی دارن تقدیم به شما عزیزان میکنم. این شما و این آهنگ زیبای از استاد غلام علی خان چپکه چپکه. चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिक का ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो मेरा
पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद آواز ولی فتح علی خان صدای سرانگیز است که در هماهنگی با نوای پرده ها و ضرب های موسیقی برای شنونده آرامش روحی را به ارمغان می آورد. و دوستای عزیز، ولی فتح علی خان خو همه تان میشناسید که بسیار زیاد به سن کم به هنر موسیقی را آورد و بسیار زیاد به مدت کم خود به دل علاقه‌مندای خود جا داد. واقعا غزل‌های زیبا می‌سازد و من هم خواستم که امشب یکی از غزل‌های نابش تقدیم به شما عزیزان بکنم و گفتن نباید گذاشت. دوستای عزیز که گذشته از او که شما عزیزان این غزل فرمایش دادین و ایمیل کردین و این غزل من خودم بسیار زیاد دوست دارم با هنرمند محبوب کشور ما ولی فتح علی خان و غزل‌هایش بسیار زیاد علاقه‌مندی دارم و همیشه غزل‌هایش هم میشنوم و من خواستم که یکی از غزل‌های زیبایش هم تقدیم به شما عزیزان بکنم. این شما و این آهنگ زیبای از ولی فتح علی خان.